الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 39 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه مختصری 3 حلقه گذشته را به شما بیان خواهیم کرد. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، در 3 حلقه گذشته، حلقه 36، حلقه 37 و حلقه 38، به شما فرقه ها و طائفه ها و مذهب های مخالف توحید را بیان نمودیم. آن فرقه هایی که مخالف با توحید هستند، توحید را غلط فهمیدند، در باب توحید گمراه شدند و مشرک شدند و یک نمود توحید را بخصوص توحید الوهیت را ترک نمودند، به شما بیان گشت. حال اونها کسانی که دعوای توحید دارند اما در اصل اونها دشمنان توحیدند، حقیقت اونها به شما بیان گشت. اگر شما سوال بکنید که چرا 3 حلقه و 4 حلقه در بیان مخالفین اهل توحید سخن کردید، برادرم و خواهر موحدم رحمک الله، باید هر یک من و شما بدانیم که این فرقه های باطل گمراه گشته و ضال و مضل امروز به نهایت منتشر یافته است. هر یک مسلمان شب و روز به یک انسانی که خود را از اهل اسلام می شمارد اما توحید را انکار می کند یا که از این فرقه های باطل است وا می خورد، روبرو می شود. امروز دعوت این فرقه های باطل، حرکت این فرقه های باطل برای بد نشان دادن توحید، برای خطا جلوه دادن توحید، برای سبحان الله خطا معنیداد کردن و خطا منتشر کردن توحید به نهایت شدید است. شب و روز کوشش میکند تا که توحید به فهم غلط، به فهم خطا، به فهمی که مخالف قرآن و سنت باشد منتشر بشود. وظیفه صوفی ها، وظیفه رافضه ها، وظیفه اهل کلام از معترضی و اشعری ها، وظیفه تمام فرقه های باطل، جهمی ها و مرجعه ها، وظیفه خوارج و معتزله ها، وظیفه امروزه اهل بدعت حزبی ها به نهایت امروز سبحان الله دیده شده ایستاده است. وظیفه این همه فرقه های نامبر شده این نابود کردن توحید است، خطا نشان دادن توحید است. از همین جهت است که امروز اگر یک انسان، یک طالب علم و یک علمای اهل سنت وقتی که حقیقت توحید را بیان می کند، از همه سو روی اون سنگ زده می شود، تهمت ها زده می شود، طعنه ها زده می شود. هر کسی که چنگ زد به توحید، هر کسی که توحید را آموخت، به توحید حقیقی چنگ زد، به سوی اون طعنه ها، به سوی اون سبحان الله تهمت ها زده می شود. برای همین است که ما می گوییم ای اهل توحید، ای برادران و خواهران، ای علما، ای طلاب العلم،
وقتی که به شما طعنه آمد، وقتی که به شما دشنام آمد، تهمت آمد، هیچگاه سرخم نشوید، هیچگاه غمگین نشوید، هیچگاه مایوس و ناامید نشوید. خرسند بشوید، خوشنود باشید که اینها به امام شما، به پیشوای شما، به رسول شما نیز این عمل را انجام داده بودند. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به توحید مشرکین را دعوت کردند، به فهم معنای لا اله الا الله، به قبول لا اله الا الله، به صدق به لا اله الا الله، به محبت لا اله الا الله، به اخلاص به لا اله الا الله، به انقیاد و اطاعت و عمل کردن به لا اله الا الله محمد رسول الله، مشرکین را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت کرد به توحید، به نفی و اثبات، به نفی کفر بالطاغوت، به تکفیر مشرکین و اثبات الله سبحانه و تعالی در توحید ربوبیت و الوهیت اسماء و صفات دعوت کرد. مشرکین رسول الله صلی الله علیه و سلم را طعنه زدند و گفتند شاعر مجنون، این محمد صلی الله علیه و سلم شاعر است و مجنون است و ساحر است و دیوانه است و بی عقل است. همه اش به خاطر دعوت به سوی توحید بود، والله به دیگر چیزی نبود. پس امروز این فرقه های باطلی که در 3 حلقه به شما ذکر کرده شد، هر یک این فرقه وظیفه دارد. وظیفه اش اولا خطا فهمانیدن توحید، نوشتن رساله ها، مقاله ها، در سایت ها جای دادن و منتشر کردن سخنهای کفری و شرکی، منتشر کردن سخنهای سبحان الله این صوفی ها و رافضه ها، و بعد از این طعنه زدن به علمای اهل سنت و الجماعت. والله یگان مبتدع را ندیدم از خوارج و مرجعه، از صوفی و رافضه، مگرم این که به علمای اهل سنت و الجماعت، به موحدین سنگ میزنند، طعنه میزنند. رافضه ها بالکل به همه علمای اهل سنت و الجماعت، صوفی ها به شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی، اگر به پیش از اینها نگاه کنید، حتی به امام بخاری و مسلم و بلالکی و بربهاری و ابن بطه و غیره. و بعد از این به حزبی ها نظر بکن، به شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و به خصوص به علمای نجد و در سر اونها محمد ابن عبدالوهاب و نبیره های اون طعنه میزنند، خوششون نمی آید. حزبی های خبیث را امروز شب و روز مشاهده میکنم که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را خوارج میگویند، طعنه به خوارجی میزنند، یا که طعنه به تکفیری میزنند. ابن القیم الجوزی را این چنین، ابن کثیر را این چنین، امام ذهبی را این چنین، امام بغوی را این چنین، و در سر همه اینها شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را. والله به خاطر چی؟ به خاطر تحقیق توحید، به خاطر اینکه این علما توحید را بیان کردند و تحقیق کردند و حقیقتش را فهمانیدند. امروز وقتی که ما سخنان این علما را میگوییم، این اهل بدعت خوابشان از سرشان میپرد، کرسیشان نابود میشود، بازار گرمشان نابود میشود، تجارتشان محکم میشود، و یگانه راهی که اونها میتوانند که خودشان را دفاع بکنند، علمای اهل سنت، علامه های اهل سنت، امامان اهل سنت و الجماعت را رحمهم الله را طعنه زنند. اما به این طعنه زدن ها هیچ کار دیگر نمی شود، بالعکس مردم حقیقت را میفهمند. برای همین علمای سلف صالح میگفتند هر وقتی که شما یک طالب علم یا که علمای حقیقی را شناختنی شدید، شما نظر بکنید که کدام انسان را اهل بدعت طعنه میزنند، سنگ میزنند. اگر یک طالب علم و علمای اهل سنت و الجماعت را تمام اهل بدعت طعنه زنند، صوفی ها، رافضه ها، حزبی ها و غیره و غیره، مرجئه و جهمی و خوارج، همون انسان را طعنه زنند، دانید که حق در جانب همون است. پس بارک الله فیکم، اهل توحید حق، آنهایی که حقیقتا اهل توحید هستند و حق هستند، اونهایی که دینشون همین لا اله الا الله هست، هم قولا هم عملا هم اعتقادا، اینها اهل سنت و الجماعت هستند که
حقیقت توحید را بیان می کنند. اما اهل شرک، آنانی که از توحید بدشان می آید، از شنیدن توحید خوششان نمی آید، ناراحت می شوند. آنهایی که شرک را دوست می دارند، آنهایی که دعوا می کنند محبت الله را، محبت توحید را، عبادت الله را، اما دعوایشان دعوای دروغین است. در عمل نشان می دهند که اونها قبرها را یا سبحان الله طاغوت ها را از الله دیده زیادتر اطاعت می کنند و دوست می دارند. بجای اینکه الله را اطاعت بکنند طاغوت را اطاعت میکنند. بجای اینکه از الله دعا بکنند و به الله عبادت بکنند طاغوت را عبادت میکنند و از طاغوت دعا میکنند. اینها اهل شرک هستند. اینها کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 45 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. زمانی که یگانه الله سبحانه و تعالی ذکر می شود، قلبهای این سبحان الله منافقین و مشرکین به درد می آید، به ناراحتی می آید، تنگ می شود و ضیق می شود، خوشش نمی آید. چرا که اینها ایمان به آخرت نآوردند. و زمانی که غیر الله ذکر می شود، شرک و کفر و نفاق ذکر می شود، اونها همشون خوشنود می شوند و خوششون می آید. انمون فرقه های گفته شده همه اشون از همین جمله هستند. به هر یکی این فرقه های گفته شده به هر نماینده اونها صحبت کردیم و علمای پیش از ما، از استادان ما، مشایخ ما، سند به سند تا سلف صالح، وقتی که به این فرقه های باطل بحث و مناظره ها می کردند، سبحان الله می دیدند و به ما نقل کردند که اونها از لا اله الا الله خوششون نمی آید. آنها از توحید می رنجند، از شنیدن توحید به درد می آیند، به ناله می آیند، ناراحت می شوند. اما وقتی که توحید را ترک می کنی و به غیر توحید سخن می کنی، شرک را می گویی، حکم غیر الله را می گویی، اونها خوشنودند و باز سبحان الله خودشان را خوب حس می کنند. پس راست گفت الله بزرگ و او از راستگوینده ترین راستگوینده هاست که زمانی که یگانه الله گفته می شود آنها ناراحت می شوند، قلبشان تنگ می شود. پس قسم به الله والله بالله تالله، هر کسی که تأمل می کند حال مشرک امروزه را، مشرک زمان خودش را، در کدام زمان نباشد، زمان امروزه یا که آینده یا زمان گذشته را هم اگر کمی فکر بکنید، می بینید که در همه زمان، در همه مکان سبحان الله صفت تمام مشرکین این صفت بود که از توحید خوششان نمی آمد. این یک صفتی که تمام مشرکین و مبتدعین مشرکین را در یک جا جمع می کند. مشرکین اصلی یا که مشرکانی که به خاطر بدعت اعتقادی که به شرک واقع شدند و مشرک کافر شدند، صفت همه اشان همین است که از توحید، از یگانگی الله در مسئله توحید سخن کردن و شنیدن را خوش ندارند، ناراحت می شوند. اما در غیر توحید سخن کردن را خوب می بینند و دوست دارند و خوششون می آید. چقدر قبر پرستانی هستند که امروز وقتی که نظر می کنی می بینی که در مسجد همچون یک آدم زاهد است، همچون یک آدم عبادتکار عبادت می کند، گریه می کند، در گرد خانه الله طواف می کند، سبحان الله در مسجد زهد می کند، اما قلبش از توحید خوش نمی آید، قلبش از توحید نفرت می کند والعیاذ بالله. اما از قبر و از حکم غیر الله و از طاغوت پرستی خوششان می آید، خوشنودند. از توحید نفرتشان می آید، از شرک خوششان می آید. سبحان الله امروز چقدر می بینی که طاغوت ها را تمجید می کند، خوشگویی می کند، طاغوت ها را ثنا می گوید، محکمه های کفری را ثنا می گوید، به شرک واقع می شود.
غیر الله را عبادت می کند، خودش را پیش قدم و پیش صف و متفکر می نامد، در حالت از یک طرف دیگر می بینی که قلبش زیق می شود، قلبش تنگ می شود، دلش از توحید ناراحت است، دلش از احکام الله ناراحت است، احکام الله را قبول ندارد، از احکام الله خوشش نمی آید، از شنیدن توحید، از قبول کردن توحید خوشش نمی آید. سبحان الله. چقدر کسانی هستند که امروز موالات بر کفار دارند، با این کافران و مشرکان و مرتدان و منافقان دوستی می کنند و با همین عملشان خرسند هستند. نسبت کافران و مشرکان سبحان الله دوستی و رفاقت را خالصانه انجام می دهند. محبت، مودت، دوستی، صداقت نسبت کفار و منافقین و مرتدین و مشرکین. اما وقتی که موحدین را می بینند، وقتی که به موحدین روبرو می شوند، قیامتشان قائم می شود، دشمنیشان را آشکار می کنند، چهره هایشان سرخ و سیاه می شود. سبحان الله. آشکار و واضح بغض و عداوتشان را نسبت اهل توحید و موحدین آشکار می کنند. والله صریح آشکار دشمنی می کنند به اهل توحید. و امروز چقدر سبحان الله مرجعه ها و رؤسای مرجعه ها و طالب علمان مرجعه دیده می شود که به مشرکین عذر می کابند، به مشرکین عذر می دهند، مشرکین را میگند که او بیچاره است، او نفهمیده است، او مشرک نیست، اوز دارد، این دارد و اون دارد، در حالتی که باطلند، در حالتی که این سخنشان مخالف قرآن و سنت است. عذر می خواهند بیابند به شرک، به اهل شرک، می خواهند که بگویند که به حکم غیر الله حکم کردن جایز است، حاکمان غیر الله را هم طرفداری می کنند و کمک می کنند و حکم اونها را نمی گذارند و به اونها عذر می یابند. اما وقتی که روبروی اهل توحید می شوند یا وقتی که سخن درباره اهل توحید می رود، نسبت اهل توحید سبحان الله به نهایت دغلانه، به یگان احترام، به یگان عذرکابی یک و یک باره اهل توحید را طعنه زنی و دشنام و حقارت و بدبینی. کفر به طاغوت را باید به طاغوت انجام میدادند، به مشرکین انجام میدادند، اما اینها کفر را به توحید و اهل توحید انجام میدهند. کفر را باید به شرک و اهل شرک انجام میدادند، اما به توحید و اهل توحید انجام میدهند. حتی کار به جای رسیده است که این مرجعه های خبیث صفتشان این چنین شده است، چنین اعزت علی الموحدین اذلت علی المشرکین، عزیزند و قهارند و جبارند و سختگیرند در بالای موحدین. موحدین را نظرناگیری میکنند، در بالای موحدین سختگیری میکنند، موحدین را دشنام و حقارتند، موحدین را نظرناگیری میکنند، اما در نزد کافر همچون یک چوجه، همچون یک موش بی قدر و بی قیمتند، خار و زارند، در دست مشرکین یک بازیچه شدند. الله سبحانه و تعالی میگوید مؤمنین کسانی هستند که اعزت اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین. اما موحدین کسانی هستند که در نزد مؤمنان و موحدان خاکسارند، ناچیزند، کمند، شکستند، احترام قائلند به اهل توحید، اما نسبت اهل شرک و کفر شدیدند و سختگیرند. اما امروز ببین مرجعه ها را که چی میکند، ببین حزبی ها را که چی میکند به مشرکین و منافقین. نگاه کن به صوفی، نگاه کن به رافضه، نگاه کن به این همه فرقه هایی که در حلقه های گذشته نظر کردیم، همه اشان به مشرکین و منافقین و مرتدین و طاغوت ها خاکساری میکنند. در نزد اون مشرکین و منافقین و مرتدین هیچ چیزی نیستند، اما نسبت اهل توحید سختگیری و سخنهای قبیح میگویند.
این صفت اونها است، صفت گمراهی اونها است. برای همین است که علما این مرجئه ها را گفتند که خوارجون مکفرون علی اهل التوحید مرجئه مع المرتدین. این مرجئه ها خوارج هستند، یعنی تکفیر کننده ها بر اهل توحید هستند، کفر ورزیدگان به اهل توحید هستند. همین مرجئه ها نسبت اهل توحید به مانند خوارجا معامله میکنند. خوارجا چگونه نسبت اهل توحید بد معامله میکنند؟ این مرجئه ها نسبت اهل توحید خوارج هستند، اما نسبت مرتدین و طاغوتین و منافقین و سبحان الله مشرکین مرجئه هستند. یعنی به کافرها ملایم و مهربان، به موحدین متشدد و سختگیری و دشنام و خوارجی. و این چنین کار تا به جای رسیده است که هر کسی که قبر پرستان را تکفیر بکند، قانون برارها را تکفیر بکند، حاکمانی که به حکم غیر الله حکم میکنند اونها را تکفیر بکند، هر کسی که تکفیر بکند دوستان کفار را، یا که تکفیر بکند همان انسان‌هایی که خودش را مسلمان بگوید و به کفار موالات بکند، مرجئه ها می آیند و این انسان را خوارج میگویند. بعد از خوارج گفتند کافرش میگویند، خون مالش را حلال میگویند و تکفیرش میکنند. سبحان الله، دین را دیگرگون کردند. ببینید این اصل دین است. اصل دین همین است که وقتی که توحید را آموختی، شرک را فهمیدی، مشرک را باید مشرک بگویی. قانون براره که به غیر حکم الله و رسول باز قانون دیگری میاد باید تکفیرش بکنی، کافرش دانی. حاکمایی که به حکم غیر الله حکم میکند کافرش بدانی. اون کسانی که با کفار موالات و دوستی میکنند باید کافر مرتدش بدانی. اما مرجئه های خبیث می آید و این موحدین را خوارج میگوید، خون مالش را حلال میکند و میگد که واجب است که تو تکفیرش بکنی. امروز شب و روز ما به همچنین مرجئه های تاجیک، طالب علمان تاجیکی، غلات جهمیش از صوفی های و رافضه ها، مرتدها، و از مرجئه های جاهل و بی‌علمش که امروز خودش را از اهل سنت می نامد و اما کفر بالطاغوت را قبول ندارد، الولا و البرا را قبول ندارد، سبحان الله توحید را قبول ندارد. هر روز روبرو میشویم، میبینیم، بحث و مناظره ها با آنها داره. پس ببینید که دشمنان توحید چگونه کار میبرند. سبحان الله، اینها دین را دیگرگون کردند، قالب دین را دیگرگون کردند. دشمنی را بجای این که به کفار و مشرکین و مرتدین بکنند به اهل توحید میکنند. بدل این که بجای این که مرتدین را تکفیر بکنند می آیند و اهل توحید را تکفیر میکنند. و البته چگونه ای که همیشه میگوییم این فرقه های باطل نامبر شده همیشه دشمنیشون به اهل توحید بود. حتی احمد ابن حنبل رحمه الله را خوارج گفتند، حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه را خوارج گفتند، ابن القیم الجوزی را خوارج گفتند، شاگردان ابن تیمیه را خوارج گفتند و این چنین محمد ابن عبدالوهاب را خوارج گفتند. تا به امروز میگویند والله بالله تالله همه این خوارج گفتنشان به خاطر توحید بود، نه به خاطر چیزی دیگر. همه این علما را خوارج گفتن به خاطر توحیدشون. پس برادرم و خواهر موحدم، هر کسی که علمای اهل توحید را خوارج میگوید، اهل توحید را خوارج میگوید، بدان که این مرجعه هست، این جهمی هست، این گمراه هست، این از یکی از این فرقه های نامبر شده است. یا جهمی هست، یا رافضه است، یا صوفی و قبوری هست، یا اشعری هست، یا ماتریدی هست، یا مرجئه هست، یا معتزلی هست، یا خوارج است خودش، یا مدخلی هست، یا حزبی هست، یا جامی هست، یا شاگردان قرضاوی هست. غیر از اینها دیگر کسی اهل توحید را خوارج نمیگوید. بارک الله فیکم.
برای همین است که ابن القیم الجوزی در کتاب نونیه خود نوشتند ملی بمثل خوارج قد کفروا بالذنب تعویلا بلا احسان و خصومنا قد کفرونا بالذی هو غایة التوحید والایمان. من کی هستم که میگد مرا همچون خوارج تکفیر کردند و خصومی ما، دشمنان ما را کافر گفتند به خاطر اینکه این عملمان غایت التوحید است و ایمان است. یعنی ما را به خاطر توحید، به خاطر ایمان خوارج میگویند. پس ببینید که این فرقه های نامبر شده که در 3 حلقه گذشته بود، اونها توحید را خطا میفهمند و بعد از توحید را خطا فهمیدن باز اهل توحید را، اهل سنت و الجماعت را خوارج میگویند، تکفیری میگویند یا غلات میگویند. برای همین احتیاط بشوید. پس الله همه شما را رحمت بکند. همه اون فرقه‌ای که ذکر شد، همه اونها خصومی اهل توحید است. خصومی توحید، دشمنان توحید هستند، دشمنان اهل توحید هستند. وقتی که توحید را شناختی، اهل توحید را شناختی، دشمن توحید را هم شناس که شرک است و اهل شرک است. این فرقه های نامبر شده همه اش دشمنان خصوم توحید و اهل توحید است. همه اینها جمع شده اند تا که مردم را از توحید دارند، تا که سبحان الله با توحید، با اهل توحید، با دعوت کنندگان توحید بجنگند. در هر یک زمان، در هر یک مکان والله وجود دارد. سبحان الله. پس اون مرجعه هایی که در زمان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بودند و اونها را خوارج میگفتند، امروز هم وجود دارد و امروز سخترش هم وجود دارد. جهمی ها نیز وجود دارد، مدخلی ها و این شدیداش وجود دارد. اما الله را حمد و ثنا و شکر و ستایش، الحمدلله که به ما بصیرت داد، به ما خیرت داد، به ما اخلاص داد و به ما توفیق هدایت داد و ما را فهمانید و ما را تعلیم داد و توفیقمون داد که خبیث را از طیب، افلاسی را از پاکی جدا بکنیم و به ما کفر کافران را و شرک مشرکان را بیان کرد و نشان داد و فهمانید و ما بر این نعمت الله سبحانه و تعالی ربمون و معبودمون از جمله شکرگزاران هستیم و به این فضل الله سبحانه و تعالی از جمله یقین کنندگان هستیم و الحمدلله رب العالمین است. این بود مختصری این فرقه های باطل. پس این مختصرا بگیم که این همه فرقه های باطلی که در حلقه های گذشته ذکر شد، از صوفی، اشعری، ماتریدی یا که سبحان الله از رافضه و دیگر تمام نمودهای فرقه های باطل، همه اش در توحید الوهیت و بخصوص در کفر بالطاغوت، الولاء والبراء و در مسئله تکفیر مشاکل و مشکلی دارد. و بخصوص اشعری و ماتریدی، اینها میگند اهل کلام متکلمین فقط توحید ذات است گفتند و همین توحید ذات را هم تقسیم نمی شود گفتند و توحید صفت دارد گفتند و توحید الوهیت را قبول ندارند. اشعری ها و ماتریدی ها توحید الوهیت را قبول ندارند. غلات صوفی در نزدشان اصلا توحید الوهیت این یک اعوذ بالله کار آدمای جاهل است میگند. اهم توحید با قوت ترین در نزد صوفی ها، یعنی همان وقت موحد سخت میشوی که مشرک بشوی، نامش توحید الخاصه الخاصه. در نزد صوفی ها 3 نمود توحید است: توحید العامه، توحید الخاصه و توحید الخاصه الخاصه. توحید العامه در نزد صوفی یعنی در نزد اهل آدمای عادی، آدمای جاهل. توحید الوهیت این توحید آدمای جاهل است میگن. توحید خاصه این توحید ربوبیت است میگن. اما توحید الخاصه الخاصه این توحید آدمای از همه موحد حقیقی این چی است؟ این الحاد است. یعنی الله در همه جا است،
الله در درون انسان ها است. انسان پرستی، حیوان پرستی، درخت پرستی هم تو الله هم پرستی میگه. والعیاذ بالله. عاقبت صوفیگی نمین است. عاقبت صوفیگی نمین است. عاقبت اشعری و ماتریدیگی نمین است. کجا رسد رافضه؟ اصلا در مسئله رافضه سخنی نیست، برای که اونها مرتدی شرک اونها به مانند آفتاب واضح است. کلمه رافضه گرفتی و گفتی که رافضه کافر نیست، خودت مشرک و مرتد میشوی، از سبب اینکه شرک اونها سبحان الله به گفتن به پایان نمیرسد. پس یکمین اینکه مخالفان اهل توحید از مبتدعه های مشرکین، از صوفی ها و از باطنیه ها و رافضه ها و از اهل کلام در باب توحید این است که توحید الوهیت را انکار میکنند، اقرار نمیکنند. و اگر توحید الوهیت را گویند که توحید الوهیت هست، گویند معنای توحید الوهیت را به ربوبیت میگردانند. در آخر اگر گویند که توحید سه قسم است، توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، بگن توحید الوهیت را معنیش را چی میگند؟ ربوبیت میگند. توحید الوهیت را تفسیرش را به معنای عبادت نمیکنند و غایت و اساس و مقصد دین را میگن که این توحید ربوبیت است. توحید ربوبیت داری، پس چه کار میکنی بکن. دومی مشکل اینها این است که میگن انسان موحد نمیشود، توحیدش به جا نمی آید تا همان وقتی که صفات الله را انکار نکند. یعنی همان وقت موحد میشوی در نزد صوفی، اشاعره، ماتریدی، در نزد سبحان الله جهمی ها و در نزد فرقه های باطل و بخصوص صوفی های اشعری، ماتریدی، رافضه، همان وقت موحد میشوی صفات های الله انکار بکنی. دست الله سبحان الله، صفات های فعلی و صفات های ذاتی الله را، تمام صفات های الله را انکار بکنی بجز 7 صفاتی که له الكلام والحياة والبصر والعلم والعبرة والسمع واقتدر. همون وقت موحد میشوی. ببینید موحد شدن در نزد این فرقای باطل مشرک شدن است. سومین صفت اونها این است که اولین واجب بر انسان را گفتن که این شناخت الله است. یعنی اولین واجب برای انسان چی است؟ میگن نظر کردن به زمین و آسمان است. تو نظر بکن به زمین و آسمان. میگن این هم مخالف قرآن و سنت است. در نزد اهل سنت و الجماعت، در نزد اهل توحید اولین واجب، یعنی اولین فرض عین به انسان چی است؟ این گفتن شهادتین است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله است. معنیش فهمیده، لفظ کتی قبول کرده، لفظش کتی گفتن اولین واجب است. اما در نزد این فرقه باطل اولین گفتن لا اله الا الله نیست. در نزد اشاعره، ماتریدی گفتن لا اله الا الله این مهم نیست. در نزد صوفی و رافضه. چهارمین باطلات این فرقه های باطل این است که اینها در استدلال گرفتن قرآن و سنت جاهلند. صحیح و درست از قرآن و سنت استدلال گرفتن نمیتوانند. قرآن و سنت را صحیح استفاده بردن نمیتوانند، بخصوص در وجود الله و در توحیدش. یعنی در مسئله توحید اینها از قرآن و سنت دلیل را صحیح و درست گرفتن نمیتوانند، جاهلند، از سبب جهلشون الله گمراهشون کرده است. پنجمین این گمراهان صفتشون و نشانه‌هاشون این است که اینها در حقیقت شرک گمراهند. حقیقت شرک را نمیفهمند. وقتی که توحید را نفهمیدند و وقتی که ایمان را نفهمیدند، شرک را هم نفهمیدند. پس هر کسی که ایمان را نآموخته است و نفهمیده است و توحید را نآموخته است و نفهمیده است، شرک را هم خطا میفهمد و مشرک میشود و شرک توحید میگه، توحید را شرک. و ششمین مخالفت این اهل فرقای باطل این است که توحید الوهیت را گفتند که همین توحید ربوبیت است. یعنی توحید الوهیت این توحید ربوبیت است گفتند. معنای اله را خطا فهمیدند. اله در نزد اهل سنت و جماعت از معلوه یعنی از معبود گرفته شده است، اما اینا میگن که اله این رب است و خالق است. یعنی الوهیت، معنای الوهیت را ربوبیت گفتند. بارک الله فیکم. و هفتمین مخالفت اینها این است که این فرقه های باطل اکثرش شرک جایز گفتند و شرک دفاع کردند و به سوی دعوت به سوی یعنی شرک، به خاطر دعوت به سوی شرک کتاب ها نوشتند. از همین جهت برادران عزیز و خواهران بزرگوار، شما احتیاط باشید و این فرقه های باطل را خوب بشناسید. وقتی که این فرقه های مخالف را شناختید و حقیقت را شناختید، همان وقت شما امین هستید از
فتنه شرك و کفر، از ردة، از نفاق ایمین است باذن الله سبحانه و تعالی. با همین فرقه های باطل، مخالفان اهل بدعت به پایان میرسد. باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده غربت اهل توحید را بیان میکنیم. امروز در حقیقت اهل توحید در حقیقت غریب است. غربت اهل توحید را بیان میکنیم و بعد از این زیاد و کمشوی اهل توحید، زیاد و کمشوی توحید، اصل توحید و بعضی از مسائل را ذکر میکنیم و علاهیده بعد از این باز سخن میکنیم در مسئله توحید ربوبیت، چگونه توحید است، نمودها شرک در توحید ربوبیت و غیره، شرک اکبر و اصغر توحید ربوبیت و الوهیت، اسماء و صفات، و بعد از این باز حلقه ها را دوام خواهد داد. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.